همینطوری تو مکان نشسته بودم، ناگهان رومو گردوندم، طرف دیگر رو نگاه کردم که برام سخت اون مکان من دیدم. انگاری که مثل یه میله های، مثل یه زندانای زندان کشیدم. زندانای عظیمی بود، باریک، کوتاه. تو هر قسمت آدمایی توش اسیر بودن. واقعا قسمت مثل سور زندانای من امروزی، ولی خیلی وسیع بود زندانا. اول و آخرش مشخص نبود، اونقدر عظیم بود، اونقدر وسیع بود که من نه اولش رو در کردم نه آخرش رو در کردم. ترس من وجودم رو فرا گرفت. همینطوری رفتم جلو. واقعا اونا رو دیدم که با حالت اسفناکی، با حالت وحشتناکی بالا و پایین میپرین. اینا تو عذاب هستن، تو سختی هستن. ناگاه من ازشون سوال کردم، یکیشون که برای من آشنا در اومد، از آشناهام بود، الان اشاره نمی کنم چه کسی بودیشون. من ازشون سوال کردم که چرا اینجا تو این حالیت قرار داری؟ چه مسئله باعث شده تو اینجا قرار بگیری؟ چرا وضعیتت اینجوره؟ تو که نماز میخوندی، اهل مسجد بودی، اهل نماز بودی، اهل روزه بودی، اهل قرآن و اهل بیت بودی، این چی؟ این مکان کجا قرار گرفتی؟ ایشون با کمال ناله، با آهای بلندی که سر میداد و واقعا صداش جوری بود که گوش آدم شاید اگه به زمان امروزی ما حساب کنیم کر بشه گوش آدم، اونقدر ناله زیاد بود. منو از یه حق و ناس خبر داد که ایشون به خاطر حق و ناسی که بر گردنشونه، به خاطر حق و ناس کل عبادتایی که داشته مورد حساب قرار نگرفته، حساب اعمالشون نشده الا اون حق و ناس باید خلاص میشد از دستش. ایشون به شدت از من درخواست کردن اون حق و ناس و من هر جوری شده براشون ادا کنم. نام دادن به من، نشانی دادن به من که هر کاری کردی این فرد برام پیدا کن، من از دست این حق و ناس خلاص کن.